سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. در خدمتتون هستیم با تحلیل USD JPY. دوستان ما ابتدا بریم سراغ تحلیل قبلیمون، ببینیم چی گفتیم توی تحلیل قبلی و الان قیمت کجاست و چه سناریوهایی رو ما پیش رو داریم. دوستان ما توی تحلیل قبلی یک ناحیه‌ای رو براتون مشخص کردیم، ناحیه 155.975 تا 155.750. ما گفتیم این ناحیه رو داریم و انتظار ریاکشن رو ازش میتونیم داشته باشیم. دوستان همینطوری که میبینید قیمت 2 بار به این ناحیه برخورد میکنه و هر بار به سمت بالا حرکت میکنه، ولی قیمت میاد چی؟ قیمت میاد به یک ناحیه مقاومتی توی این ناحیه برخورد میکنه و قیمت رو به سمت پایین پوش میکنه، به سمت پایین. خب الان این جایی که قیمت قرار داره چه اتفاقی خواهد افتاد و من چه نواحی رو میتونم زیر نظر بگیرم برای معامله کردن، چه نواحی ارزش معامله کردن رو دارن. دوستان زمانی که زیر این ناحیه برای من زده میشه، دیگه این ناحیه برای من حذف میشه. من این ناحیه رو پاک میکنم تا بریم سراغ نواحی جدید. دوستان من دو ناحیه مد نظر دارم، یکی برای فروش و یکی برای خرید. دوستان ناحیه‌ای که برای فروش میتونیم ما انتظار داشته باشیم، دوستان این ناحیه هستش. من این ناحیه رو دارم در تایم 2 ساعته. من این ناحیه رو دارم، میتونم صبر کنم. این ناحیه از جریان سفارشات پیروی میکنه، میتونم صبر کنم. زمانی که قیمت به این ناحیه رسید، اگر نشانه های ورود رو دیدم و تاییدیه های ورود رو گرفتم، میتونم اینجا وارد معامله فروش بشم. به تارگت کجا؟ به تارگت زدن این کف، به تارگت زدن این کف و سپس زدن این ناحیه. ببخشید عذرخواهی میکنم. این ناحیه رو ما داریم برای فروش. اگر لیبلش رو براتون مشخص میکنم، ناحیه 156.335 تا 156.159. پس این یک ناحیه برای فروش هستش. ناحیه‌ای که برای خرید مد نظر دارم، ناحیه‌ای هستش که چند روز پیش هم براتون مشخص کردم، ناحیه 154.877 تا 154.515. یعنی من این دو ناحیه رو بیشتر فعلا ندارم و من توی این دو ناحیه انتظار حرکت رو دارم. یعنی از اینجا انتظار حرکت به سمت پایین و از اینجا انتظار حرکت به سمت بالا رو من دارم. باید ببینیم که قیمت چگونه به این ناحیه میرسه و ریاکشنش نسبت به این ناحیه چی هستش و اگر من نشانه‌های ورود رو دیدم توی این ناحیه میتونم وارد معامله بشم. دوستان فقط یک نکته‌ای که وجود داره، ما انتهای سال میلادی هستیم و نوسانات تا حدودی غیر منطقی هستند و زیاد به نواحی احترام گذاشته نمیشه. باید حواستون باشه که حتما تاییدیه ورود رو بگیرید. امیدوارم که استفاده کرده باشین. روز خوش، خدا نگهدار.